دم سپری کرده باشیم. موضوع امروز ما چگونگی دخول ماه رمضان است. از آنجایی که همه اطلاع داریم در اواخر روزهای ماه مبارک شعبان هستیم و 5 یا 6 روز بعد حدوداً ماه مبارک رمضان داخل میشه. عزیزان همشان دنبال این سوال هستند و میپرسند که رمضان در کدام روز است؟ رمضان در هفته بعدی در روز چهارشنبه هست یا در روز پنجشنبه هست یا در روز جمعه است؟ در این مورد همیشه پرسان میکنن از طریق برنامه های اجتماعی و همچنان از طریق گروپ های واتساپ، گروپ های تلگرام و امثالش. عزیزان، دو طریق وجود داره که ما دخول ماه مبارک رمضان را بفهمیم. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره میگه که بسم الله الرحمن الرحیم فمن شهد منکم الشهر فلیصم. آن کس از شما که ماه مبارک رمضان را دید، یعنی هلال ماه مبارک رمضان را دید، بعدا رمضان را یعنی روزه را شروع کنه و روزه بگیرد. این طریق اول، یعنی هر آن کسی که ماه مبارک رمضان و هلال رمضان را دید روزه بگیره. این طریق اول از دخول ماه مبارک رمضان. و همچنان طریق دومش ای که اگر کسی ماه رمضان را ندید باید ماه شعبان را 30 روزه پوره کنه، یعنی مکمل ماه شعبان را 30 روز حساب کنه. وقتی که ماه شعبان 30 روز تمام شد بعدا ماه رمضان داخل میشه. پس ای که از علما پرسان میشه، از بعضی ها پرسان میشه که رمضان چه وقت است؟ رمضان تا ای که ماه دیده نشه فهمیده نمیشه. پس به مو خاطر باید همه ما منتظر ای ماه پربرکت و پرمیمنت باشیم که هرگاه هلال ماه شعبان را، هلال ماه رمضان را دیدیم روزه بگیریم. و همچنان اگر هلال را دید نتانستیم منتظر باشیم که